4 راه تصمیمی ساده‌ای که 90% نمیگیرن و باعث میشه فقیر میشن. شماره 1 تصمیم این که به جای بیشتر کار کردن ارزش سازی کار کنید. انسان‌های معمولی تصور میکنن هر چقدر بیشتر کار کنن بیشتر پول در میارن، اما انسان‌های ثروتمند یک موضوع رو عمیقاً درک کردن، اینکه ارزش مهمه نه زحمت. زمانی که شما ارزش بسازی زمانت رو دیگه سقف درآمدتون نیست. شماره 2 تصمیم این که یک مهارت پولساز رو در 18 ماه آینده قفل کنید. 90% افراد همواره ماه‌ها دنبال تست کردن موارد جدیدن، اما ثروتمندان میدونن که ثروت از تمرکز بلند مدت میاد. یک مهارت، یک سیستم و یک مسیر. شماره 3 تصمیم این که به جای صرف خرج کردن برای دیده شدن خرج کنید برای توانمند شدن. اینه ساده ترین تصمیمی که مردم نمیگیرن. پول میدن برای جلب توجه، نه برای آموزش، نه برای افزار، نه برای مهارت و ارتباط. در حالی که ثروت فقط به سمت ثروتمندان برمیگرده، نه به سمت ظاهر. شماره 4 تصمیم این که جای فرار از ریسک کنترل شده بسازید. طبقه متوسط از ریسک فرار میکنه، اما ثروتمندان ریسک میسازن. یک ریسک محاسبه شده. این افراد یاد گرفتن که بدترین ریسک دنیا ریسک نکردن